جناب کار بکنیم. چیکار؟ معاف بریشی مکرم چه کاری الان؟ تو الان صدام شنیدی گفت نه بدون لبخانی بکنه از لبا شما میبینم بعد میفهمم چی میگین. ها یعنی رو لبخانی جواب میدی؟ بله الان 2 روزم بینو بعد جواب میدی بیشتر الان صدام شنیدی؟ نه جناب الان شنیدی که گفتی نه جناب سروار اون وقتی شنید و الان نمیشنو 2 روزم ببینم اینطوره برو بشه راست خدمت در کی الان امور معاف نمیکنی نه تو که از اینج میه بده. برو تایید کن سلام جناب سلام به زحمت همین امضا کنیم ما بریم. باز که توی برشی امضا کنم الان ما کور ما رو معاف کنیم. خب کجا رو امضا کنم؟ ها بیا نگاه اینجا امضا کنید ببینیم این برگشت باشه. دیگه کجا؟ خب دیگه اینجا امضا کنید یا اینجا امضا کنید ما بریم دیگه. خب الان تو که کوری چجوری اینا رو دیدی؟ آخ برو بیرون سلام جناب سروان زحمت این امضا بکنید ما بریم. بازم که توی برشی امضا کنم الان آخه میدونی من اگه برم خدمت جناب سروان خب بعد دشمن بیاد سمتم میتونم بهش تیر بزنم. واسه چی؟ دلم نمیاد گناه داره. تو مورد داری آره که دور بزن ببینم 2 روزم کجا میبینی؟ پشت دیگه یاره تو خیلی هیزی اصلا نمامون خدمت. چی؟ گوه نمیفهمه. لطفا من رو معاف بکنید من لال هستم غلام حسن الان تو لالی؟ بله برو